کنکوری هم که انجام دادیم. امروز مسابقه با دکتر علی آبادی ریاست سازمان تبریک بدیم مبنی بر واگذاری سهام دو تیم پیروز استقلال به بخش خصوصی بود که امروز واگذار شد. این صحنه اینجا خانم با پژو رد میشه و برمیگرد نگاه اینجا درگیری انجام شد. من فکر کنم توپی که اینجا خورد علی پروین این دعوا رو تشنج. ما یه گزارش بچه‌مون در باشگاه خبرنگاران برامون خبرگزاری مهر برامون گرفتن که تشکر می‌کنم ازشون. مصاحبه کوتاه رو با هم میشنویم، بعد من برمیگم که این بازی رو ببینیم. بچه‌های ما اینو من خوب نمیخواستم حرمت‌ها شکسته شه. بچه‌های ما تو درگیری 3 نفر بودن. اخوی آقای دایی به اضافه 20 تا پسر کارمنداشون جا بود که تو فکر کنی چی جتی که علی پروین وقتش صفحه تو خونه. ببین ما 50 نفر ما سینال مردا حساب نمی‌کنم که بخواد علی دایی گندشون باشه. مثلا آقای سعد نصریان تشریح سلام آقای سعد نصریان. ببین من هنوز ما تیم تامین یه تیم باخته یقه من میگه من تازه قرارداد امضا کردم. تلفنی داریم با شاغلام. سلام شاغلام. وکیل ایمان داشته باشی فقط به قادر مردمان شیراز توی تیم میمانم. ایمان داشته باشی تیم سال لیگ برتر میمانم. آقای کروکندی شما اصلا خبری ازتون نیست. ببین منم ساختی خب شهرداری من دارم واسه لیگ آزادگانه در دست گرفتم. خب یه سری نوع ملایماتی که در لیگ برتر بود متاسفانه ما 8 سال مداوم با زوبان کار کردم ولی واقعا دست موزیک مربی نبود. آقای حاج رضایی شما بعد تیم ملی چجوری می‌بینید؟ ضمن عرض احترام با آقای دایی و کاروانشون ابتدا بایستی عرض کنم راه کشی این داره میره کمی اشتباهات مثبت رو داره. ابتدایشون بایستی در ادبیات به کار است. تیم آقای دایی شما این حرفا رو قبول دارید؟ نه باز میخوام مثلا چه حساب این حساله مثل تیمی که اومده بازی کرده بازیکن کلاس میذاره برای تیم ملی. آقای آسمیان ما عذر میخوام ببخشید میگیم بیا میگه میام از اون ور دنیا. بعد ما با آقای عذر میخوام ببخشید کریمی میگه من باید برسم تهران فکر کنم. مگه تیم ملی فکر کردن داره؟ آقای قرنی امسال میگن خوب تیم هستی. خدا رو شکر امسال بعد از این همه حاشیه‌ای که تو استقلال بود امسال در دست فقط یه خواهش داریم آقای فردوسی پور یه ذره ما رو از زیر ذره‌بینش خارج کنه بذار ما به حاشیه کارمون انجام بدیم. و آقای قطیان که تشریف آوردن. سلام آقای قطی. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامیتون. من فکر می‌کنم که بازی خیلی خوبی بود. قلب شیک این تیم داره، قلب قهرمانی تیم میتپه. یک کاراکتر خیلی خوبی داره کریم تو میانه میدان. این خیلی برای تیم بزرگه. این خیلی خوبه. آقای مجید جلیلی هیچ خبری از شما نیست. اون شوها و اون ملاک‌ها که تو تیم باید باشه نیست. ما ثباتی رو تو تیم استقلال ندیدیم نیمه اول. این خیلی بده برای تیم. گزارشگر شیراز چطوره؟ پرتاب بلند علیزاده و توی دروازه حالا یادداشت می‌کنیم در دقیقه. گزارشگر اصفهان چه خبر؟ اونم مسئله دروازه مواظب باشه توی دروازه قرار میگیره و یخ بازی در 8مین دقیقه از این دیدار شکسته میشه. دیگه چیزی؟ مرسی. آقای خیابانی شما یه نظر بیار. خیلی ممنون. من میگم 2-1 میزنه. بریم به ورزشگاه آزادی اسامی بازیکن‌ها لیگ برتر رو اعلام میکنن. بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. مرسی. تمیز از تیم پیروزی تهران با ما چهره رامین با استقلال شما هیچ گونه قراردادی ندارم و همچنان در این تیم ماندگارم. مرسی.